بسم الله. ام راشد، مادر همه حلوایان عربی، یه پیمانه و نصف شکر ارزیم اهلیم کاراملی بو. شکر که کاراملی بو روغن اضافه کنیم بهش. نصف پیمانه آرد داریم و یه قاشق کاکائو علفشو کنیم و 2 لیوان آبشو اضافه کنیم. همشو از رو اضافه کنیم به شکرمون. اول مواد سفته بود، کم کم با هم زدن روانه بود. به یه غلظت که رسید زعفران و گلاب اضافه کنیم. دوباره همه زنیم. به یه غلظت که رسید هل اضافه کنم. حلوامو دیگه آماده. خواهیم خاموش کنیم قبل مغز گردو بهش اضافه کنم و خاموش کنم.